خیلی خوب بس دیگه بابا اینقدر بازی کردی. من برم یکم بخوابم. ای خدا میگن خسته شدم و ببین یعنی من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. خب بچه دیگه من خسته شدم. برم ببینم که الان تازه بیدار شدم. ببینیم که چی شده. بعد چه هوایی خوشگلی. بچه من به لستر زنگ بزنم. به لستر زنگ بزنیم. چرا رو حالت بیزی رفت موبایلش؟ بذار ببینم خونهش من برم با ماشینم. بذار در بغل ببندیم. بریم فقط بریم. آی خدا. بچه چرا خونهش ترکیده؟ لستر حاجی لستر داخل خونه ماینکرافتش خراب شده. لستر این چیه؟ مخفیگاهه پر دایمند. اینو کی ساخته؟ من برم ورودیش نداره. ورودیش کو؟ این ورودیش انگار. بریم که اصلا چی داریم. برو دیگه بابا پایین. میشکنم بابا. یه چی گذاشته؟ اوه حاجی کلی یه 38 تا دایمند گذاشته. اوکایه اینجاش هنوزم دایمند. اینا رو بذار جلوشون. حاجی نه یه دونه کلنگ واسه ماین کردنشونه. حاجی من فکر کنم پولدار میشه. یعنی فکر کنم راسته قبلا پولدار بوده داخل اون طرف که الان اینطوری وضعش اینقدر مالیش خوبه. حاجی من یه دوباره زنگ بزنم راسته. رو حالت بیزی هنوز نمیدونم. این انگار زاره چیزمون باید بریم لس سانتوس. ولی صبر کن من باید برم یه دونه بلیط بگیرم. برم با کامپیوتر. با ماشین برم دیگه. همون بهتره با ماشین برم. بریم فقط بریم. اوکایه بریم که ما با همگی بریم. یه دونه چیز بگم دیگه. همون اسمش چی بود؟ بریم یه دونه بلیط بگیریم. ای بابا این در چرا کندم؟ بچه‌ها باید یه بار دیگه داخل ایونتوری یه دونه بردارم. نماز در خوش تیپمون. خب دوستان ما بریم یه بلیط بگیریم. بچه صندلی جدیدم. اینم PS5 اینم دستش رفته داخل این. چرا برو یکم اونورتر برو. خب اکشن آساف بزنیم. بریم اون بلیط بگیریم. خب بچه میگه ساعت چند میزد؟ ساعتش 7 تا 6 اینا میزدیم و بره. خب زینم چی نوشته؟ نوشته شما ممنون خارج شدید. یعنی چه؟ زنگ زدم به این چیزه. همین کی بود اسمش؟ چی بود؟ زنگ بزنم به رئیس لس سانتوس ببینم. الو سلام آقای رئیس خوبی؟ سلام بچه چطوری خوبی؟ خوبم. آقای رئیس خدا ما بچه نگو. ما کلن بزرگ شدیم دیگه. باشه چی میخواستی؟ به جنابی زمان خواستم میام لس سانتوس از روستا. بعد دیدم که انگار نوشتی شما ممنوع خارج از ممنوع شدی. یعنی منظورش این که شما نمیتونید برگردید لس سانتوس. الان چرا من ممنوع خروج شدم؟ ببین بچه جان لسته قاچاقی برگشته بوده. بعد میخواسته انگار داره اومده خونه تو و اومده یه اسکر از انگار زده که مثلا بگی اینو ممنوع خروج کنی بذاری من. بعد خودش اومده اینجا به دلیل مشکلاتی انگار زدن خونش ترکیده. خب آره جناب دیدم. خب به خاطر همینم شما ممنوع خروج کرده. به خودش قاچاقی برگشته لس سانتوس. خب الان من چیکار کنم؟ من الان خودم تنهام داخل این روستا.
ببین یه چیزی براتون میفرستم. خب بعد شما میتونین از طریق اون برگردین لس سانتوس. اوکی. خداحافظ. خداحافظ. بچه گفت چو تلویزیونمون رو چی کردم بچه. اشکال نداره میدونی از ایونتری میدونم بد داریم. بچه گفتش که من نیمی باید یه چیزی به هم میفرسته باید برگردیم لس سانتوس. چیه با این لترناش رو تغییر کرده. ما بریم یه دونه تلویزیون بزنیم. بچه آقا کاملا همه چیمون آماده است. من رو نمیدونم این چیزی که برام فرستاد رو موبایلمون باید از طریق ماشین بیاد. یه پیام از رو باید از ماشین باید بریم. شما چیز خاصی نیاز نداریم. باید بریم به شهر لس سانتوس. بریم که ببینیم که چه اتفاقی میفته. بریم فقط let's go. خب بچه دمتون گرم تا آخر نمیدونم لایک کامنت سابسکرایبتون نره تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار. پارت آخر یعنی دومش هم براتون میذارم تا هفته دیگه.